خیلی داریم لذت میبریم از صحبت با شما، هم خوش صدایی محمد امین، همین که ما واقعا داریم کیف میکنیم. بپردازیم سراغ سوختگی. دنیای عجیب غریب سوختگی. یعنی من هر کسی رو میبینم سوخته سوال میپرسم چیکار کردی؟ خمیر دندون زدم. چیکار کردی؟ نمیدونم سیب زمینی گذاشتم. چیکار کردی؟ رب زدم. شما توی اورژانس بودی، میشه یکی دو سه مورد از میشه یه چند تا مثال از چیز برای ما بزنی؟ والا ببینید ما کارهای خنده‌داری که مردم انجام دادن و واقعا تو میتونم راجعش کتاب بنویسم. شاکت شدی که این توی قرن مثلا توی این قرن که ما الان داریم زندگی میکنیم واقعا این اصلا چجوری اتفاق افتاده؟ واقعا نکنید این کار. کیس که زیاده بخوام مثال بزنم، دو تاشون خیلی شاخص بودن، یعنی هرگز فراموش نمی‌کنم. یه بار یه آقایی به من مراجعه کرد، من اون موقع شیفت شب اورژانس بودم، دم غروب بود، هوا تازه تاریک شده بود. اومد و گفتش که آقا من یه زخم دارم، دیدم یه پای متورم قشنگ مشخص بود از ساق پام پنجه سوخته بود. گفتم با چی این اتفاق افتاده؟ گفتش که رادیاتور ماشین ترکیده. من راننده زیر بودم. 206. رادیاتور 206 متاسفانه اگه مدلاتون 92 پایینه حتما برید اون لوله‌های زیر بخاری رو حتما عوض کنید. اونا میپوسه و میترکه و بعد وحشتناک میشه. حالا خوب شد اینجا من به این نکته اشاره کنم. نمیدونم مردم متوجه شدن یا نه. ببینید 206 از زیر پای راننده قسمت پای راست دو تا لوله رد میشه که میاد میره داخل رادیاتور ماشین، لوله بخاری. آفرین. بعد به مرور زمان این لوله چیز میشه، این لوله میپوسه. این شما وسط اتوبان یهو آب 100 درجه میپاشه روی پاتون. یعنی این اتفاق وحشتناک، هیچ کاری هم نمیتونی بکنی و پا تو کفشه و تا موقع کفشو در بیاری پا پخته. اگه حداقل چند سال از عمر 206 تون و 207 تون میگذره حتما این نقص رو برطرف کن. خب حالا نکته پرانتزی خوبی بود. خب من گفتم برو حالا کار تشکیل پرونده تو انجام بده. نزدیک من که شد دیدم یه بوی عجیبی میده این زخم. از اون بویی که هیچ مرده. اصلا یه چیزی. خدایا گفتم آقا پانسمان تو کی عوض کردی؟ گفت دیروز. گفتم خب آخه دیروز مثلا بعد کی سوختی؟ 5 روزه. گفتم خب قاعدتا زخم 5 روزه نمیتونه این بو رو درست بکنه. بگن اصلا گندین اصلا یه بوی عجیبی نمیتونم توصیفش بکنم. گفتم خیلی خوب باشه. رفتم ماسک زدم و وسایل و اینا رو پوشیدم، گانم تنم کردم. گفتم حتما با یه چیز عجیبی روبرو میشم دیگه. قیچی رو انداختیم و با یه چیز عجیب روبرو شدیم. پانسمان رو که باز کردم دیدم که یه مایع لزج ترکیبی از زرد، سبز و قرمز رو با هم میکس بکنید، یه رنگ عجیب و غریب بسیار متعفن. چی زده بود؟ میگم همه رو. از پای این ریخ زمین. اصلا یه آن منی که این همه به بوی گند عادت دارم نتونستم تحمل کنم. یه لحظه سری همه اون چیز میزا رو جمع کردم انداختم دور، دوباره برگشتم که بشه اونجا رو طاقت آورد. فنم روشن کردیم، پنجره‌ام باز کردیم که یه ذره قابل تحمل بشه. گفتم آقا این چیه رو این زخم؟ گفت که درمان سنتی کردیم. گفتم خب درمان سنتی میشه بفرمایید چیه من بدونم این بوی لاشه از کجا داره در میاد؟ گفت که اینو یکی از این آشناهای ما توی روستا یه خانومی هست به ما گفته که این کار انجام بدید، خیلی زخمم با این درمان کرده، اصلا شما باورتون نمیشه یارو کل بدنش سوخته بود، از این 4 بار زد تموم. گفتم فعلا که الان بو لجن میده، حالا بفرمایید که چیکار کردید. ترکیبات مذکور رو عرض میکنم. رب گوجه، اقراق نمی کنم، رب گوجه، زرده تخم مرغ، آرد، خب با یه مقدار روغن حیوانی اینا رو میکس کرده بود گذاشته بود روی این زخم. یعنی این بوی تعفن اصلا من نمیدونم خودش چجوری اینو طاقت می آورد. من ماه پیش کارورزی اطفال داشتم، متاسفانه بچه 7 ساله رو آورده بودن با شوک سپتیک. این تفلک آب جوش ریخته بود رو پاش سوخته بود، از این درمان‌های سنتی گذاشته بودن براش و بچه رفته بود توی شوک سپتیک، فشارش افتاده بود تا دم مرگ بچه رفت سر درمان‌های غیر استاندارد. مورد بعدی یه کیس دیگه هم داشتم، آقا مکانیک بود، بعد در رادیاتور اومده بود باز کنه. از الان منم یه کیس مثل ایشون عرض بکنم. تو رو خدا اگر ماشینتون جوش میاره کنار خیابون خواهش میکنم به در رادیاتور دست نزنید، خواهش میکنم.
اون اتفاق بدی که برای ماشین باید میافتاده افتاده، واشر سرسیلند سوزوندی، هر اتفاقی که افتاده با این کار شما درست نمیشه. اون آب با دمای بالای 100 درجه تحت یه فشار بسیار زیاد اون تو داره میچرخه، به محض اینکه یه کوچولو شل میکنید با فشار خیلی زیاد میپاشه توی صورتتون، چشم از بین میره، صورت به شدت میسوزه، دست و حالا مسائل دیگه نکنید لطفاً دست بهش. نمیدونم چه داستانیه که تا ماشین جوش میره میخوام اون تو چه خبره، اون هیچ خبری نیست. ما مردم ایران همه فن حریفیم. ما مردم ایران همه فن حریفیم، کارشناس تصادفات هستیم، کارشناس تغذیه هستیم، در مواقع لازم پزشکیم، در اکثر موارد کارشناس مشاوره و روان درمانی و زوج درمانی هستیم، خیلی کارا رو بلدیم ما هممون، ماشاءالله هزار ماشاءالله. ایشون مکانیک بودن و دستشون با آب جوش همین رادیاتور سوخته بود، تفلک کارم اصولی انجام داده بود، متعالی حادثه گذاشته بود در باز. آره به هر ترتیبی حالا سوخته بود دیگه. اومدیم پانسمانش رو باز کنیم، دیدیم این گازه خیلی علاقه شدیدی به دست ایشون داره و اصلا جدا نمیشه، من بکش اون بکش، حالا به هر زحمتی جدا کردیم. بعد دیدم زخمش سبزه، دست زدم دیدم کش میاد چسبناکه، گفتم آقا این چیه زدی؟ گفت که گریس با عسل. گفتم به لحاظ خواص فیزیکی این دوتا حالا چجوری با هم ترکیب کردن، ولی از دو فاز جداگانه و قاعدتا دوتا ترکیب از دو فاز مختلف نباید با هم قاطی بشن، ولی حالا اینا رو با هم قاطی کردی. کی گریس رو به تو گفت؟ حالا عسل رو میگیم همه میگن، گریس رو از کجا تو وردی آخه؟ و گریس پاک نمیشه. خدا منو ببخشه، امیدوارم که این کار منو یادش نباشه و ما مجبور شدیم کل دست ایشون رو شیو بکنیم روی اون زخم تا این گریس کنده بشه، اصلا پاک نمیشد. میشه همینجا اشاره کنی که بهترین درمان ما سوختیم اولین اقدام چیه؟ ببینید یه پروتکل خیلی ساده وجود داره، نه سیب زمینی میخوایم، نه نیاز هست برای روز مبادا توی یخچالتون آرد نگه دارید، نه نمیدونم روغن نمیدونم پوست مار رو نیاز داریم، نه پوست فلان ماهی رو نیاز داریم، نه سیب زمینی میخوایم، هیچ چی نمیخوایم. اولین کار اون عامل نباید با شما دیگه تماس داشته باشه. دومین کار باید خنکش بکنید. بهترین گزینه‌ای که در دسترس هست آب لوله است. لطفاً دستتون یا اون عضوی که آسیب دیده رو داخل یخ نبرید. اون سرمایه شدید باعث افزایش آسیب به شما میشه و بعد از اینکه چند دقیقه شما اون رو خنک کردید باید با یه چیزی اینو چرب نگه دارید. چرب کردن چند تا خاصیت داره. اولا اینکه اجازه رشد میکروب و آلوده شدن رو به زخم شما نمیده. دوم اینکه روی پوست آسیب دیده رو میپوشونه و باعث میشه که هم درد شما تا حدی تسکین داده بشه و فرصت پیدا بکنید که به مرکز درمانی مراجعه بکنید و بعد از اینکه این کارا رو کردید به مرکز درمانی مراجعه بفرمایید. خواهش میکنم. نه اینکه برید داروخونه. بگو تو رو خود داروخونه. آره داروخونه. چرا داروخونه میرید؟ من اصلا نمیفهمم. ما باید به شما پماد بنویسیم، نسخه کنیم، بعد برید داروخونه دارو بده. میره اونجا همکارای داروخونه اینو بزن، حالا خوب نشدی، خوب نشدی اینو بزن. یه مریض داشتم اومد پیش من 3 بار رفته بود داروخونه و گفته بود خوب نشدم و ایشون 3 تا پماد سوختگی دچار شما موقعی که دچار سوختگی میشید، سوختگی جزء داره، درجه داره، اندازه داره، هر کدومش یه جوره، هر مرحله از درمانی یه نوع. تصورتون برای نباشه که حالا یه بار رفتید سوختید یه پماد زدید تا این 20 روزی که قراره درمان زخمتون طول بکشه همون پمادو بزنید. اینطور نیست. و یه چیزی هم من ببخشید وسط صحبتات یه چیزی هم اضافه بکنم. بهترین گزینه برای چرب کردن اون زخمی که عرض کردم وازلینه. یه قوطی وازلین ساده توی خونه جزو جعبه کمک اولیه‌تون داشته باشید. با همون چرب بکنید و برسید بیمارستان. از همه چیز بی خطرتر، بی عارضه‌تر و هیچ مشکلی هم برای شما ایجاد نمیکنه. پماد ماهی و پماد سوختگی و نمیدونم پماد نقره و فلان پماد و فلان دارو اینا کمکی به شما نمیکنه. خواهش میکنم. و البته زینک اکساید نزنید. زینک اکساید نزنید. تو رو خدا زینک اکساید نزنید. میزنید میایید اینجا ما باید با کلی خودشون دردشو تحمل میکنن تمیز کنیم. محمد امین، سوال من اینه که خیلی این سوال از من پرسیدن. 2-3 تا نکته هست که هر کی میسوزه میگه اینو بزن. شاید مورد اول شنیده باشی عسل. تو رو خدا بگو عسل اصلا ربطی به درمان زخم نداره. اون عسل فقط برای خوردنه. عسلی که برای زخم استفاده میشه با اشعه یووی فراوری میشه. انحصارش دست فقط آمریکاست و اصلا خیلی گرونه، متفاوته. بعد برای هر زخمی استفاده نمیشه.
ببینید اصلا یه آنزیم داره، من الان اسمش تو ذهنم نیست واقعیتش. این آنزیم برای درمان زخم ها میتونه کمک کننده باشه، قبول. بعد عسل حقیقی یه ماده ایه که معمولا میکروب ها توش رشد نمی کنن و این اگر زخم شما تمیز باشه این فرصت رو به شما میده که زخم شما به سمت درمان پیش بره، چون میدونی که به عنوان یک کارشناس زخم شما باید 3 تا رکن رو رعایت بکنی که هر زخمی بسته بشه، هر چی که میخواد باشه. یکی اینکه اون زخم رو تمیز نگه داری، یعنی آلودگی نداشته باشه، بافت مرده و نکروز و اینا نداشته باشه، وایوفیلم نداشته باشه و غیره. دوم اینکه گردش خون داشته باشه، حالا به هر ترتیبی که میخوای اینو آفلود کنی یا حالا هر چیز دیگه‌ای. و مورد سوم هم اینه که رطوبتش رو بالانس بکنی دیگه. درسته شما این 3 تا کار رو برای هر زخمی انجام بده، اون زخم بسته میشه. عسل تا حد میتونه این کار رو انجام بده، ولی به شرطها و شروطها. اولا خیلی از عسل‌هایی که توی بازار فروخته میشه و خیلی هاشون رو من دیدم، به چشم دیدم، روی جعبه زده عسل زخم. یکیش هم میدونم کی میفروشه، آدرسش رو دارم. نمیگیم اسم تو ولی میدونم کجاست. عسل زخم. آقا این حالا ایشالله که عسله، خب، و اینو شما روی یه زخم میزنید. اگر این عسل واقعا عسل طبیعی باشه، خب میتونه خودش منبعی از میکروب ها باشه. درسته اون میکروب ها روی اون نمیتونن خیلی به اون صورت رشد بکنن، ولی خیلی وقتا این عسل ها حاوی هاگ قارچ ها هستن، حاوی باکتری ها و اسپور باکتری ها و اینا هستن. ممکنه آلوده به کلا بیماری میکروبی یا هر چیز دیگه باشه، چون اصلا توی روند تولیدشون هیچ چیز بهداشتی رعایت نمیشه. طرف از درخت یا کوه میره بالا اگر واقعا عسل باشه، یا از کندوش در میاره اینا رو میریزه توی یه جعبه، همین. ولی اون عسلی که واقعا به درد زخم میخوره یه عسل خاص، برند بسته بندی شده است، استریل میشه و خیلی کارهای فراوری شده روش انجام میشه. حتی وزن مولکولیشون تغییر میکنه، حتی بهش چیزای اضافه میکنن که این بتونه اثر درمانی داشته باشه. اصلا به عنوان پکیج فروخته میشه، خیلی هم گرونه. بقیه نه، خواهش میکنم نزنید، خدا نزنید. شاید 2 نفر جواب گرفته باشن ولی دلیل نمیشه به شما هم جواب بده. اصلا نزنید، بذارید کنار. یه مورد دیگه هست میگه که سوختگی ها هوا بذار هوا بخوره. اصلا هم چیزی وجود داره؟ ببینید هوا کمکی به درمان زخم نمیکنه. اگر زخم شما یه حفره است، مثلا یه چاله، به هر دلیلی اتفاق افتاده، یه سری میکروبا وجود دارن که در حضور اکسیژن میمیرن، بی‌هوازی ان. اونا رو اگه هوادهی بکنیم کمکشون میکنه، مدام نه این هوا. معمولا اکسیژن هایپربار استفاده میکنن یا مثلا اوزون درمانی میکنن و حالا تکنیکای این چنینی که این به لحاظ هوازی بودن یا نبودن یه اثر درمانی داشته باشه. ولی اینکه حالا شما یه زخم رو باز بذارید تا روش خشک بشه، این خشک شدن سطح زخم به ظاهر شما میگین که آقا زخمم بسته شد، ولی این اتفاق نیفتاده. ترشحات زخم در مجاورت هوا سفت شدن و یه روکش روی زخم شما ایجاد کردن و زخم همچنان زنده و سرحال و پایدار اون زیر حضور داره. حالا شما شانس آوردی یه زخم سطحی داری، مثلا مثل بچگی‌ها بود فوتبال بازی می‌کردیم یه خراش، آره، زخم نازک سطحی عمق خاصی نداره یا ابعادش زیر 1 اینچ مربع است. این زخم به خودی خود خوب خواهد شد. شما اینو خشک نگرش داشتی، اوکی، به مرور این آروم آروم از لبه ها از زیر کوچیک میشه و هی انگشت میندازید زیرش و این لبه هاشو میکنید، خیلی هم حال میده، اون خارشش و اینا لذت میبرید. ولی این کار درستی نیست. هر زخمی رو شما نمیتونید باز بگذارید و هوا بهش بدید. این توی خیلی از زخم‌هایی که از درجه 2 سطحی عمیق‌تر هستن، حتی درجه 2 سطحی هم گاهی اوقات مشکل دار میشن، به افزایش عمق زخم گاهی کمک میکنه، درمان شما رو به تأخیر میندازه و اجازه میده چون بافت خشک روش ترک میخوره، میکروب ها بتونن از اون ترک نفوذ بکنن، اونجا رشد بکنن و یه زخم عفونی به شما بده و بعد نمیتونی به این راحتی جمعش بکنی. شما شاید با یه پماد ساده کارت را میافتاد و تموم، یه هفته 10 روزه اوکی میشد، ولی بعدش باید بری خیلی کار دیگه انجام بدی. مورد سوم که مردم خیلی میپرسن، مدفوع الاغ ماده است، عنبرنثارا که به زخم دود میدن و میشه این هم یه باز کنیم. ما اینجا پزشکی بدون پرده، ما همه چی رو بررسی میکنیم، یعنی اصلا هیچ موردی از چشم ما دور نمیمونه. ببینید اولا یه شرطی داره، الاغ ماده باکره. خب این الاغ باید این مدفوعه باید این 3 تا شرط رو داشته باشه، 1 مال الاغ باشه، 2 ماده باشه، 3 باکره باشه. حالا من نمیدونم که این دوستان عزیز این شروط رو از کجا رعایت میکنن، خیلی هاشون که همینطوری جمع میکنن. ببینید
از گذشته این باور وجود داشته که دود خاصیت ضد عفونی کنندگی داره. خب واقعا هم تا حدی اینطوری هست، تا یه حدی این شکلیه. خیلی از ماها تو باور گذشتگانمون دود اسپند رو میگفتیم یه دود خیلی مفیده، میتونه حالا چشم نظر رو دور بکنه، میتونه محیط رو استریل بکنه، پاکسازی بکنه. اینا چند وقت پیش من این مستندی دیدم که ظاهرا این قضیه اصلا منتفیه، دود اسفند اینطوری نیست، اصلا خاصیت پاک‌کنندگی نداره و اتفاقا یه سری مواد بسیار مضر، هیدروکربن‌های سمی سرطانزا هم توش هست، آروماتیکن و اون بویی که حالا ما حس می‌کنیم کاری بینش ندارم. تا حدی اثر ضد عفونی کنندگی داره. قدیم گوشتا رو دود میدادن و این عمر نگهداریشون رو زیاد می‌کرد. ولی این که ربطی به زخم مثلا ربطی به زخم نداره. شما برای ضد عفونی میخوای ازش به عنوان ضد عفونی کننده استفاده کنی دیگه. آقا هزاران محلول هست، هزاران ترکیب هست. ما تو قرن 21 میزنیم. بعضی میگن که خب آقا گذشته ها این کارو میکردن. بله، من منکر طبی که آقا 1000 سال پیش استفاده میشده نیستم. معلومه که تا یه حدی جواب میداده و مردم درمان میشدن. ما نمیگیم اون اشتباهه، ما میگیم آقا راه بهتری هست. به خدا خیلی کارا هست که شما میتونی انجام بدی و آسیب نبینی. من کیس هایی داشتم، یه کیسی دارم عکسشو نمیتونم نشونتون بدم. یه آقایی یه زخم کوچولو کنار آنوسشون داشتن، حالا نمیدونم آبسه پریانال بوده، فیستول بوده، هرچی. بهش گفتن که برو عنبرنسا دود بده. ایشون اومده یه چاله کنده و توی این چاله نشسته، روشن کرده، اون شعله ور کرده و نشسته روش. ببین تمام پرینه این آدم سوخته بود، کاملا سوخته بود و بستری شده بود توی بیمارستان و یه چندین نوبت دبریدمان، چند ماه این آدم بستری بود درگیر. بعد یه ناحیه‌ای هم هست که تو نمیتونی اینو راحت پانسمانش بکنی. این مصیبتی، سر کوچکترین امورات شخصیش این آدم مشکل داشت. من از همینجا به این دوربین میگم من نمیدونم چرا به قول بچه‌ها عمه درمانی میکنید، یعنی منتظرید بقیه چیزی بگن و سریع برن انجام بدن. آره همسایه طبقه بالا اینو گفت، اینو گفت، عمه اینو گفت، دایی اینو گفت، خاله اینو گفت. بابا این همه منابع پزشکی هست، این همه بیمارستان درمانگاه مراجعه کنید. من نمیدونم، تنها چیزی که توی ایران واقعا ارزونه به خدا به خدمات پزشکیه. واقعا همینطوره، خیلی کمک میکنه. سوای حالا عمه درمانی، من یه چیزی هم بگم. گاهی اوقات من گله‌مند میشم از همکارای خودم، هم کیش‌های خودم، از کسانی که تحصیلات آکادمیک پزشکی و پیراپزشکی دارن. ببینید من نمیگم زخم بلدم، ولی صرفاً فقط همین کارم انجام میدم و بس. حتی خیلی از پروسیجرهای بالینی نرسینگ رو هم به بقیه میسپارم، میگم آقا این من مهارتشو ندارم که این کار رو انجام بدم. شما واردتر از منی، شما خیلی تجربت بیشتر از منه. من اگه قراره 10 بار ترای کنم تا یه کاری انجام بدم، تو یه باره چشم بسته میزه تموم میشه این کار. خب خیلی وقتا مثلا میبینیم که دوستان پزشک، دوستان پیراپزشک میان راجع به زخمی نظرهایی میدن که واقعا عجیبه، واقعا عجیبه. مثلا یه زخمی که واقعا شرایط بالینیش خوبه، فقط صرف این که قیافه قشنگی نداره، این زخم عفونیه، نمیدونم داغون شده، ترکوندنت، این چه بلایی سرت آوردن، طرف مریضم که حول و بلاورش میداره میگه این آقا متخصصه یا بالاخره تجربه داره، من بیچاره شدم، اعتمادش هم به توی درمانگر از دست میده و یه چیزهایی رو تجویز میکنن، توصیه میکنن که اصلا ارتباطی به این قضیه نداره. بهتره این که مریض رو ارجاع بدیم. اگه کار ما نیست واقعا اظهار نظر نکنیم، مریض رو ارجاع بدیم. لطفاً خواهش میکنم، شما یه متخصص، خواهش میکنم. آخرین موردی که خیلی از من سوال میشه روغن خره. من اصلا نمیدونم خر مگه روغن داره؟ آقا این روغن ها دو مدلن، روغن خر داریم، روغن خرس داریم و اینا. روغن شترمرغ، روغن شترمرغ هم راست میگین هست. حالا اون میگه خواص عجیب درمانی داره. ببینید این روغن ها به 2 شکل گرفته میشن. یه مدلش که خیلی رایجه، از سوزوندن یا حداقل ذوب کردن دنبه یا همون پیه این موجودات به دست میاد. اولا که ما اصلا واقعا نمیدونیم اون چیزی که به شما میدن از این راه به دست اومده یا نه. قسمت دومش هم روغن پوست این موجوداته که لانولین باشه در اصطلاح.
که قدیم می اومدن ازش در واقع این شکلی به دستش می آوردن که مثلا گوسفند رو ذبح کردن، پوستش رو کندن، اینو لایه یه وردنه خیلی بزرگ میذاشتن و فشار میدادن. این فشار زیاد روغن رو پس میداد. اصلا سوال من اینه، اصلا تأثیری داره تو زخم؟ واقعا تأثیر داره. تأثیر دارد. چرا؟ چون همون لانولین جزو فرآورده‌های اصلی ساخت محصولات آرایشی بهداشتی هست. ولی برای زخم سوختگی ولی بسیار آلرژنه، بسیار حساسیت زاست. و من همچنان دوباره دارم میگم ما داروهای بسیار 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 خوب و بهتری داریم. چرا سری که درد میکنن دستمال میبندید؟ گره‌ای که به دست باز میشه، به دندون چرا باز میکنید؟ آیا اون واقعا اون روغن اصله؟ آیا اون تمیزه؟ آیا درست تهیه شده؟ اصلا هزار تا چرا و اما اگر داره. این همه داروی استاندارد تحت تایید وزارت بهداشت سازمان غذا و دارو توی داروخونه فروخته میشه. من نمیدونم چه اصراری داریم که بچسبیم به روش‌های قدیمی که شاید اصلا برای ما مناسب نباشه. اصلا آقا درست، اوکی، خوب، اصلا مناسب این زخم نیست. مناسب این زخم نیست. لطفاً خیلی بیشتر دقت کنید توی انتخاب. خب شایع‌ترین سوختگی‌هایی که توی ایران اتفاق میفته، تو شما تو اورژانس بودی، شایع‌ترین 75% سوختگی‌ها مربوط به آب جوشی. حالا نمیتونم درصد بگم چون واقعا باید بریم آمار در بیاریم، ولی بیشترین چیزی که من میبینم آب جوشی، خصوصا توی خانم‌ها. خب کار منزل انجام میدن و خیلی اتفاقات دیگه میفته، آب جوشه و بعد از اون به نظر من آتش و گاز میتونه باشه. حالا خیلی هستن، حالا پوزیشن بساطه، حالا یا هر اتفاقی که افتاده، پیکنیک منفجر میشه، هر چیزی، این گاز هم زیاده و بعد از اون دیگه سوختگی مربوط به حوادث شغلیه دیگه، برقه، نمیدونم اتفاقات این چنینی. متاسفانه من اخیراً یک کلیپ دیدم 2 نفر با آرک سوخته بودن و نسوخته بودن، یعنی هوا یونیزه شده بود، پدیده آرک اتفاق افتاده بود، هوا یونیزه شده بود، دستاشون سوخته بود، توی ورزشگاه بود همین اخیراً کلیپش چیز شد. بعد 2 نفر فرار کردن سمت آمبولانس، هیچکی اونجا نمیدونست که بابا این اصلا فقط آب. رفت پیش آمبولانس گفت ما خصوصی هستیم، رفت اونورتر گفت ما نمیدونیم باید چی کار کنیم. این دوتام که داشتن میدویدن فقط آب. هر موقع سوختید آب سرد جاری، یعنی دقیقاً همین کافیه. دیگه چه موضوعاتی بررسی کردیم؟ دیگه چی موند؟ والا گفتنی که بسیاره، ولی وقتی بخوای کوچولو صحبت بکنی خب یه مقدار آدم میمونه که چه چیزهایی رو این وسط مطرح بکنه. درمان‌های خونگی رو خواهش کردیم که انجام ندید، یه سری اقدامات اورژانسی اولیه رو گفتیم، احتیاط‌ها که خب خیلی زیاده که بخوایم حالا راجع بهش صحبت بکنیم، یه سری کارا رو بهتر انجام ندیم، نمیدونم با زودپز کار میکنیم، زودپز استاندارد باشه، در رو درست ببندیم و خیلی اتفاقات این چنینی ممکنه پیش بیاد که همه اونا ما رو در معرض خطر قرار میدن. خانم‌ها بیشتر میسوزن یا آقایون؟ اطفال بیشتر میسوزن یا سالمندان؟ به نظر من والا نمیتونم خیلی دقیق همچین چیزی رو بگم. خانوم ها خب به جهت کار در منزل سوختگی های کوچولو رو زیاد تجربه میکنن، دست یهو میچسبه به قابلمه یا چه میدونم آب جوشی یهو برمیگرده رو دستشون. آقایون بیشتر به نظر من دچار آسیب و سوختگی میشن که عمده این مسائل برمیگرده به حوادث شغلی. بله اینطوری هست. اینکه بین سالمند و کودک بخوایم این دوتا رو مقایسه بکنیم من نمیتونم قیاس بکنم، ولی هر دوشون جزو گروه‌های بسیار آسیب پذیرن. بچه به خاطر اینکه از خطر آگاهی نداره یا توان دور کردن خطر رو از خودش نداره و سالمندم به خاطر اون محدودیت هایی که براش به وجود میاد. یکی محدودیت حسیه، ممکنه دما رو درست حس نکنه. 2 محدودیت حرکتی ممکنه داشته باشن. من خیلی کیس هایی رو دیدم که توی حمام نتونسته خودش رو از زیر دوش آب بکشه در بیاره، داغ شده یا توی دستشویی یا توی سرویس، امثال این مسائل پیش میاد دیگه. به هر حال هر دوشون جزو گروه های بسیار آسیب پذیر هستن. بحث آموزش، پیشگیری و درمان اصلا توی ایران وجود داره، هست. اصلا ما میگم که مشکل اصلیمون اینه که ما اصلا نمیدونیم که سوختیم چی کار بکنیم، حالا چه برسه به بچه کوچیک یا حالا سالمند. اوضاع آموزش، پیشگیری، درمان توی کشور چجوریه توی زمینه سوختگی؟ بگم مزخرفه، دروغ نگفتم، واقعا آموزش خاصی نداریم. یعنی من ندیدم مثلا تلویزیون بیاد، ما بچه بودیم یه برنامه بود اسمم بابا برقیه، میدونید چرا توسعه برقی خوب؟ آره، مثلا آقای ایمنی بود که میدادن،
یا مسائل این چنین، اینا خیلی تاثیر میذاره. ببینید از اون دوران شاید مثلا برای من 30 و اندی سال گذشته باشه ولی هنوز تو ذهنمه. توصیه‌اش هنوز چون ریتمیک بود، شعر بود و کارتون روش بود، آهنگ داشت، همه اینا بود، تو ذهن من مونده و ما اصلا همچین آموزش‌هایی نداریم. به بچه‌ها با توی مدرسه خیلی از خطرات گوش زد بشه، خود والدین هم نمیدونن، به طریق اولا نمیدونن که آقا این کار من ممکنه خطر آفرین باشه. ما کیس داشتیم طرف برای باز کردن لوله فاضلاب خونش از فشار کپسول گاز استفاده کرده و خونه منفجر شده. یعنی فکر کن شیلنگ زده سر اون کپسول، زده توی رعاب و باز کرده، فشارش زیاده، خب مسیر رو باز میکنه ولی این گاز تو تمام اون ساختمون پخش میشه و یه جرقه. یا مثلا توی حمام میرن با بنزین لباس میشورن، بنزین به شدت فراره، سری توی فضا بخار میشه و یک جرقه کوچولو، یه انفجار خیلی بد. کارهای عجیب زیاد میکنیم ما بعضی وقتا. من خودم هم یه کارهایی کردم که خیلی برام عجیب بوده، با وجودی که دانشش رو دارم که چطور باید پیشگیری بکنم. یه بار یه ظرف یه ماده خورنده رو میخواستم باز بکنم، اصلا نه دستکش دستم بود و نه عینک محافظ و این یهو در اثر فشار گازی که اون تو جمع شده بود درش ترکید، واقعا ترکید. فکر میکنم 10-12 متر پرت شد بالا و این پاشید تو صورت من. چشمم آسیب دید، سریع رفتم چشم پزشک، درمان گرفتم و هنوزم که هنوزه به خودم میگم بابا اصلا عقل تو کلت بود، این چه کاری بود تو کردی؟ تو که میدونی. تصور ما آدم‌ها بعضی وقتا یه سری کارا میکنیم که اصلا به پیامدهاش فکر نمی‌کنیم. حرفی، سخنی، نظری، انتقادی، پیشنهادی چند قسمتش بکنیم. یکی این که دوستانی که میخوان وارد این هیته بشن، از من برادر کوچیکتر شما به شما نصیحت: هرگز از یاد گرفتن غافل نشید. 2 تا میتونید تجربه کسب بکنید. 3 هر جا که احساس کردید که نیاز هست که کمک بگیرید این کار رو حتما انجام بدید. زخم تک محور نیست. من کسی که کار زخم انجام میدم، نمیگم من کارشناس زخم، به تنهایی نمیتونم خیلی از زخم‌ها رو پیش ببرم. نیاز به کار جراحی هست، نیاز به متخصص عفونی هست، به متخصص داخلی نیاز داریم و خیلی کارهای دیگه، به فیزیوتراپ نیاز داریم و خیلی مسائل دیگه که شاید فکرشو نکنید. حتما از اساتید و متخصصین حوزه‌های دیگه کمک بگیرید تا وقتی که دستتون راه افتاده و تجربه کافی رو کسب نکردید حتما سعی کنید یکی از کسانی که با تجربه تر کنار خودتون داشته باشید، کیساتون رو ریکورد بکنید، ضبط بکنید به عنوان مستندات کاریتون. خیلی به شما کمک خواهد کرد. به هر ترتیب که هیچ کس یک شبه استاد این کار نمیشه، هیچ کس یک شبه کارشناس یک امر نمیشه. خیلی وقتا توی هیته های دیگه غیر از درمان ما افرادی رو میبینیم که میگه مثلا من کارشناس امور مسائل مثلا سیاسیشو بگیم خاورمیانه هستم. از یکیشون که اتفاقی ما با هم تونستیم صحبت بکنیم من سوال کردم که شما به چه شکل کارشناس میشید در صورتی که شما دکترای روابط بین الملل دارید؟ گفت ببین من درس رو خوندم ولی سالهاست فقط دارم مسائل این ناحیه جغرافیایی رو بررسی میکنم، فقط اخبار روزنامه‌های این ناحیه رو میخونم، مسائل این ناحیه رو دارم دنبال میکنم، تازه میتونم به خودم بگم کارشناس این قسمت، با وجودی که یه بار پی اچ دی مو گرفتم، تزمو دادم، دفاع کردم، دانشگاه تدریس میکنم، ولی بعد از اون اومدم فوکوس کردم روی یک قسمت. شما ممکنه که پزشک باشید، ممکنه یک پرستار با تجربه باشید یا حالا هر تخصصی که دارید. وقتی که میخواید وارد فیلد زخم بشید و فقط روی این قضیه فوکوس بکنید، بهتره که دانشتون رو توی این حوزه بالا ببرید و تجربه بکنید. تجربه واقعاً ورای علم هست. خیلی وقتا شما یه چیزایی رو توی کتاب ها ممکنه بخونید ولی در عمل شاید اون اتفاق نیفته و مجبور بشید دانشتون رو به چالش بکشید، بپرسید، تحقیق بکنید و کمک بگیرید. امیدوارم که این بتونه بهتون کمک بکنه. و در مورد دوره ها، راجع به دوره ها بگم واقعیتش با چند ساعت معرفی پانسمان ها هیچی نمیشید، به هیچ جا نمیرسید، به جای خاصی نمیرسید. این که مثلا من بدونم فلان برند چه کاری انجام میده یا این زخم فقط با همین درست میشه.
هر کسی که اینو به شما گفت که به دانسته ها شک بکنید. حداقل من به کسانی که می اومدن حالا هر از گاهی پیش خودم میگفتم که ببین اینو چیکار میخوای بکنی؟ خب فلان پمادو میزنیم. میگفتم چرا؟ خب این خوبه دیگه. نه چرا خوبه؟ جلسه بعد راجع به زخم بستر و بعدش زخم‌های زیبایی یه بحثیه که اصلا بهش تا حالا پرداخته نشده، ما بی پرده بهش میپردازیم. کسایی که میرن عملهای زیبایی انجام میدن ولی متاسفانه زخم‌هایی برمیدارن که تا ابد جاش میمونه و هیچ کاریش نمیشه کرد. و بعدش زخم‌های دیابت با هم بیشتر بررسی میکنیم، کلینیک‌های زخم با هم موشکافی میکنیم و بهش میپردازیم. امیدوارم که این برنامه مورد پسند شما واقع شده باشه.